السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مادامی که تعبیر نمودن خواب سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و من میخواهم سوال هایی که در کامنتاری به ما ارسال شده است پاسخ بگوییم. آغاز میکنیم. التماس با سوال من جواب گردانید. دوست داشتم در خواب ببینید که بگوید دوستت میدارم چی معنا دارد. التماس جواب بدهید. من زن هستم، فقط در وقت بامداد این خواب را میبینم. 3 بار شد میبینم. التماس جواب بگویید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، من کانال خوب نو یافتم و میخواستم برادر که جواب تعبیر خوابم بیابم. برادر که شما این بهترین جواب ها را میتین، خواستم از شما پرسم برادر روز قیامت در خواب چی باشد؟ برادر مرا فکرم بسیار مشغول ساخته است. برادر دیگر پرسیده است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، تمساح در خواب چی تعبیر دارد؟ این را حتما جواب گردانید. این بود سوال هایی که در کامنتاری به ما ارسال کردید. اینک ما با جواب دادن آن شروع میکنیم. جواب دهی را از سوال برادر که تمساح در خواب دیده است. تمساح در خواب دشمن است. رفت و تمساح خواب ببیند در بیداری با سوداگر یا کارمند دولتی که بسیار دروغگو است هم صحبت میشود. تمساح را در خواب کشتن معنای آن را دارد که در آینده از مشکلی های کلان میگریزید. اگر تمساح شما را به درون آب کشیده برد، احتمال شما را پلیس دستگیر میکند. قیامت خواب دیدن روز قیامت هشدار یا آگاهی دادن از گناه های شخصی خواب دیده که نیت صادر نمودنش را دارد. شخصی که در خوابش بعد از مردن زنده می شود نفری ظالم و ستمگر است. نفری که نزدیک آمدن ساعت مرگ خود را خواب می بیند در بیداری نفری است که از دستش نیکی نمی آید و حقیقت و عدالت را قبول ندارد. نفری که نامه اعمال خود را خواب به دست راست میگیرد و بزرگی و حشمت میرسد. به دست چپ گرفتن نامه اعمال معنای از نادری و قشاقی و گناه بخشیدن را دارد. شخصی که در خوابش از پل صراط صحت و سلامت میگذرد از مشکلی و سنجش و بدبختی ها امین میماند. خوابی که در آن قبرها گشاده میشوند و مرده ها بیرون میشوند اشاره بر آن است که عدالت تن انداز است. روز محشر را در زمان جنگ خواب دیدن نشانه غالبیت به دست آوردن را دارد. زنده شدن مرده ها در خواب معنای به سفر برآمدن را نیز دارد. شخصی که روز محشر را تنها برای خود خواب می‌بیند پس چنین خواب نشانه مرگ است. در خوابی که قیامت فرا میرسد و بعدا باز زندگی دوام می‌یابد معنای آن را دارد که شخص خوابیده از نفرانی با عدالت به عدالتی می‌بیند. همزمان چنین خواب نشانه گناهکار بودن و در جستجوی آرزوی دستمارد و فریب راه دادن و توبه نکردن. تعبیر نفری که گفته است دوست داشتم به من اظهار محبت کرد. دوست داشته اساسا در خواب دیدن معنای در بیداری با نفر صحبت شیرین برپا کردن را دارد. اگر مردی در خواب ببیند که زن خود با زن خود اظهار محبت کرد در بیداری دارایی به دست می‌آورد. اظهار محبت در خواب نشانه عزت و احترام، بایگری